حال معمول امشب که پنجشنبه شبه برنامه‌مون متفاوت با برنامه‌های شب‌های دیگر هست. بازم طبق معمول میریم به تگزاس به دیدن پروفسور محمد جمشیدی، یک دانشمند بزرگ ایرانی مقیم آمریکا، کسی که صدها مقاله علمی نوشته، دهها کتاب علمی نوشته، دهها کشور سخنرانی داشته، عضو ناسا بوده، همکاری با ناسا داشته، همکاری با وزارت نیروی آمریکا داشته، همکاری با اتحادیه اروپا داشته، عضو ارشد آکادمی علوم نیویورک بوده، عضو ارشد آکادمی علوم و هنرهای آمریکا و دیگر و دیگر. خلاصه یک دانشمند تمام عیار، یک افتخار برای ما ایرانیان. در جلسه گذشته، هفته گذشته اشاره شده بود به مجلاتی که منتشر میشد، مجلات علمی که آقای پروفسور محمد جمشیدی، آقای دکتر محمد جمشیدی سردبیری اونها رو داشته و بنیانگذار این مجلات بوده. مجله کنترل سیستم و همینطور راجع به کتاب سیستم های مقیاس بزرگ هم صحبت شده بود. 3 روزنامه یا 3 مجله بهش اشاره شده بود، اما گویا یکی از مجلات از قلم افتاده بود که اکنون در ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر محمد جمشیدی اون رو پی میگیریم. در مورد این مجله سوم یا مجله چندم هم با ایشون صحبت میکنیم. سلام جناب آقای جمشیدی. درود بر شما، درود بر همکاران عزیزتان و بینندگان محترمتون. قربان شما برم. خب شما در واقع وقتی که سردبیر 3 ژورنال شدین، یک روزنامه نویس هم شده بودید دیگه. ما میبایستی همه چیز رو غلاف بکنیم، برای که وقتی شما سردبیری مجله باشین دیگه اصلا ما باید ساکت باشیم. خواهش میکنم. مجلات من، ژورنال من همه علمی، فناوری شدید بود. بله. و به خصوص که هر از موقعی شما ملاحظه فرمایید آقای جمشیدی، در کل دنیا یه موضوع خیلی مد میشه و مورد علاقه میشه. الان هوش مصنوعی خیلی مهمه تو کل دنیا. بله. و در ناشرای مهم دنیا هم میرن در اون رشته آدما رو پیدا میکنن و مجله را میندازن. بله. در دهه 1980 یکی از این ناشرای مهم به نام جان وایلی در نیویورک، این جان وایلی به ما تماس گرفت و گفت یه ژورنال راجع به منطق فازی درست کنید. منطق فازی من بعداً مفصل صحبت میکنم. چکیده مغز یک ایرانی آمریکایی هست که در باکو آذربایجان در زمان شوروی دنیا آمد و 3 سال پیش هم متاسفانه فوت کرد در سن 96 سالگی. یکی از فصلهای کتاب منم مختص لطفی زاده است که بعداً مفصل صحبت میکنم راجع به اون. ولی این ژورنالی بود برای سیستم‌های هوشمند و منطق فازی. واقعی شد اینه کی لطفی زاده درست کرد. چه زمانی درست کردن؟ ایشون در 1965. خیلی پس جلو بودن. خیلی جلو بودن. تازه اکنون راجع به هوشمند داستان زندگیشو به صورت یک کتاب من چاپ کردم و به انگلیسی و به روسی و به آذری ترجمه شده. الان هم به وسیله یکی از دانشجوهای ایرانی در تهران به فارسی ترجمه میشه و به زودی در تهران پخشش میکنیم. یعنی زندگی این دانشمند ایرانی آقای لطفی زاده. بله. و نویسنده به قلم خانمش فیض زاده. F A Y یا فیض. بله. همسر ایشون هستن. بعدن صحبت مفصل. ایشون مادرشون روسی بودن، پدرشون اردبیلی. بله. آره، مادرشون هم چیز بوده، مادرش هم متخصص اطفال بوده. اینا میان تهران و
یکی از این به اصطلاح بچه های تو تهران مریض میشه و میرن میگن یه همچین دکتری داریم، این خانم روسی، و اینا فرار میکردن از کمونیست. و بالاخره ایشون با خانم آیندهش در تهران آشنا میشن. اونا هم اومده بودن تهران، فرار کرده بودن از لتویا، از کشور لتویا. زمان هیتلر هم بوده دیگه، زمان هیتلر هم بوده، زمان جنگ دوم. پس بله. خوب. این آقای لطفی زاده اسم کوچیکشون چی هست؟ چی فرمودید؟ آقای لطفی زاده اسم کوچکشون؟ لطف الله اصغرزاده. بله، بسیار خالی. مشهور به لطفی زاده. شما زندگی ایشون رو نوشتین، ولی درباره زندگیشو به وسیله خانمش نوشت. من کتابش چاپ کردم، کتابش گفتم به چند زبان در باکو ترجمه شده. الان هم با همت یکی از دانشجویان ایرانی آقای علی تقوی داره ترجمه شده به فارسی و بعداً براتون یک کپیش میفرستم. خیلی متشکرم. خب این سال 1992 اون ژورنالی که شما با کمک ایشون در آورده بودین اسم کاملش چی است؟ گفتم خدمتتون، گفتم که سیستم‌های هوشمند و منطق فازی. ژورنال سیستم‌های هوشمند و منطق فازی. خیلی خوب. باز هم جلو بودین، نسبت به زمان جلو بودین. بله. به تازگی‌ها به شما پیشنهادی نشده برای هوش مصنوعی چیزی بنویسین یا چیزی بگین؟ والا من چندین کتاب راجع به اون نوشتم و دیگه انرژی داره کم میشه. نشه کم. شما نباید انرژی. دوستتون که 96 سال عمر داشته، شما که تازه الان 70 خورده‌ای هم که نشونم نمیدین، تازه یه 50-60 ساله بیشتر نشون نمیدین. خب حالا از شما خدمتتون که من فکر میکنم که جا داره در مورد آقای لطفی زاده و این سیستم‌های هوشمند و منطق فازی ما مفصل‌تر هفته آینده صحبت بکنیم. درسته؟ حتما لطف بکنید. پس اطلاعات بیشتری هم اگر عکسایی از آقای لطفی زاده هست برای ما ارسال بکنید. فراوون. اطلاعات بیشتر هم آماده بکنید. لازمه که جوانان ما، دانشجویان ما و کسانی که پیگیر مطالب علمی هستند با جناب لطفی زاده آشنا بشن، با همکاری شما و ایشون هم در راه اندازی مجله سیستم هوشمند و منطق فازی هم بیشتر بدونن. خیلی ممنونم. هفته آینده منتظریم که از آقای لطفی زاده و خانواده‌اش و دیگران بشنویم از شما. ولی خب امروز راجع به مسافرت‌های دور دنیا اصلا نمیخوای حرف بزنید؟ اگر کوتاه یه اشاره بکنید. ولی من معادل 8 میلیون کیلومتر تو چیز پرواز کردم، توی هواپیما. 8 میلیون کیلومتر. آره. شما همه چیز رو اندازه میگیرین آقای پروفسور؟ بله. همه چیز رو توی زندگیتون اندازه میگیرین؟ بله دیگه. مهندسین دیگه، مهندس هستین دیگه. بله. 8 میلیون کیلومتر شما پرواز هوایی داشتین. یه مسافرت در عربستان سعودی داشتیم و سخنرانی در شهر ریاض میکردم و دوستان عرب در شهر دهران، دانشگاه کینگ فهد، تلفن زدن به ریاض، گفتن ما 15 تا استاد میخوام بیایم گوش بگیریم به سخنرانی جمشیدی، ولی اگر ممکنه به دکتر بگید که بیاد دهران تو دانشگاه ما سخنرانی کنه. گفتم من حاضرم به شرطی که شما بعد از سخنرانی از دهران من بفرستید به مکه. و رفتیم اونجا سخنرانی کردیم، جاتون خالی، لباس احرامی چیه پوشیدیم و رفتیم جده ماشین، راننده و ماشین منتظر من بود تو فرودگاه، ما رو برد مکه. وی آی پی رفتین مکه؟ بله وی آی پی رفتین مکه. آره. خیلی عالی، خیلی متشکرم. خاطرات زیاد دارم، خاطرات در چین دارم، در هندوستان دارم، در
بله نیجریه دارم، شما همه در جا دارم. 100 کشور دارین که ما تو برنامه‌های آینده در مورد این سفراتون و سخنرانیاتون صحبت خواهیم کرد با هم. خیلی متشکرم آقای دکتر.